به عنوان یه روانشناس که دویدن رو 1 سال شروع کردم، نکته مهمی رو متوجه شدم، اینکه مسیر دویدن و مسیر زندگی خیلی شباهت‌های زیادی به هم داره. همونطوری که ما برای مسیر دویدن نیاز به جسم سالم داریم، برای مسیر زندگیمون نیاز به روح و ذهن سالم داریم. و اگر ما توی مسیر دویدن وقتی داریم میدویم آسیبمون رو، احساس ناتوانیمون رو، احساس خستگیمون رو نادیده بگیریم، اینکه بتونیم به هدفمون برسیم خیلی کمه و اصلا احتمالش وجود نداره. توی مسیر زندگی هم در واقع همینه. اگر ما آسیب‌های روحیمون رو، خستگی‌هامون رو، احساس ناتوانیمون رو بعضی موقع‌ها نادیده میگیریم، باعث میشه که نتونیم به اون هدفی که میخوایم برسیم. چیزی که اینجا مهمه توقف، استراحت و خستگی در کردنه. بعضی موقع میخوایم عجله داریم که سریع برسیم. فرقی نمیکنه توی دویدن باشه یا توی مسیر اهداف زندگیت باشه، اینکه داری فقط عجله میکنی بر رسیدن و آسیب و خستگیتو نادیده میگیری بهت کمکی نمیکنه، باعث میشه که خسته تر بشی و از ادامه مسیر باز بمونی.